برای دوخت پای عروسک حدود 4 سانت از این قسمت ببینید اینجوری 4.5. اگه تا خط دوخت الان من مترمو گذاشتم 4.5. از اینجا که میبینم 4. پس اگه خواستین تا خط دوخت باشه 4 سانت و نیم یه خط میکشین. بسته به سایز عروسکتون داره. اگه عروسکتون سایزش بزرگتر بود این مقدار باید بیشتر بشه. ببینید این حالتی از روی خط این پا رو این شکلی تا میزنید تا به این شکل در میاد. بعد نگهش میدارین به این شکل و شروع میکنیم به دوختن. من برای اینکه گره داخل کار بیفته از این ور سوزن رو میارم. حالا این دو سمت و این قسمت رو به این قسمت میخوام بدوزم. برای اینکه پارچه کشیه بعد از دوختی مقدار پا کشیده میشه و صاف میشه یه مقدار اینجا رو بیشتر بگیرین که حالت پا بیشتر مشخص بشه. همون دوختی که برای قسمت های دیگه انجام دادیم، دوخت نردبونی. به این شکل ببینید هم از اینجا میگیرم هم از اینجا نردبونی میدوزم تا سمت دیگه. کاملا این حالتشو باید نگه دارین و بدوزین. بعد از اینکه میدوزین به خاطر اینکه گفتم پارچه حالت کش داره یه مقدار باز میشه، کامل به این شکل قرار نمیگیره، ولی باید این کار رو انجام بدین. ببینید اگر بخوایم در نظر بگیریم دوختشو یه مقدار از بالاتر از خط و یه مقدار پایین تر از خط میدوزیم و این فاصله رو به هم میکشیم تا پای مقدار حالت جمع شدگی پیدا کنه به این شکل. کار ساده ایه، خیلی کار سختی نیست. ببینید به این شکل میشه. به این شکل میشه و بعدم نخو آخر کار گره میکنم تموم میشه.